پارت سوم فروش تلفنی. این 4 تا نکته‌ای که توی این ویدیو میخوام بگم خیلی مهمتر از ویدیوهای قبلیه. اولین کاری که باید بکنی روی فن بیانت باید کار کنی. کلامتو نه زیاد تند بگی و نه زیاد آهسته و ملایم که مشتری خسته بشه از شنیدن صدای شما و یه خوابش ببره. نکته دوم اینه که کلمات و واژگان رو درست ادا کنی. کلمات رو قورت ندی، واژگان رو قورت ندی. اگر تکه کلامی توی صحبتت داری شناساییش کن و حذفش کن، مثل خب، مثلا، که اینها به کرار توی کلمات، توی جملات استفاده میشه. نکته چهارم یه جور تمرینه برای که حتما انجامش بده. لطفا موقعی که داری با مشتری صحبت میکنی صدات رو ضبط کن. بعد از اینکه تلفنت تموم شد صدات رو 1 بار، 2 بار، 3 بار، هر چند باری که دلت میخواد گوش کن و نقاط ضعف و نقاط قوت تماس تلفنی رو استخراج کن و بهبودش بده. اینجوری یه تماس تلفنی عالی داری. نظراتت رو برام کامنت کن و تجربه این تمرینم بهم بگو.